قبل از اینکه بخوایم آموزش رو شروع کنیم این نکته رو از من داشته باش. هر چیزی رو که خواستی با عکس تو گوگل پیدا کنی حتما ازش اسکرین شات بگیر تا توی گالری ذخیره داشته باشی. خب بزن بریم برای آموزش. اولین قدم کرومت رو باز میکنی. دومین قدم روی آیکون دوربین بزن. سومین قدم صفحه که باز شد روی الو اکسس بزن. بعد از گالریت اسکرین شات مد نظرت رو انتخاب کن. خب دوباره از اینجا روش بزن. حالا اینجا که آورد کادر رو طوری تنظیم کن تا فقط اون چیزی که میخوای رو پیدا کنی داخل کادر بندازی. انجام دادی؟ خب حالا این پایین رو نگاه کن. ببین نتایج مرتبط با این محصول رو گوگل دقیقاً برات آورد. برای من که ماساژور بود رفتم داخل سایت والمارت، قیمت و اطلاعات و اسمش رو بررسی کردم.